اومدم آموزش این مدل فنردوزی افقی که به ایستایی کارتون خیلی کمک میکنه. شما به 3 تا فنر احتیاج دارین که اولی باید به اندازه فاصله 2 تا کاپتون از همدیگه باشه که کامل روی کاپاتون رو کاور کنه، به این صورت که توی فیلم میبینید، به طوری که 2 تا کاپتون رو به همدیگه وصل کنه و از روی فنر وسط رد بشه. فنر دوم رو که 2 سانت از فنر اولی بزرگتره با فاصله 1 سانتی از فنر اولی به این صورت میدوزیم و 2 تا کاپ رو دوباره به همدیگه وصل میکنیم. فقط دقت داشته باشین که فنرها باید کامل از روی کاپ رد شه. و فنر سوم رو که باز از فنر دوم بزرگتره به صورتی که دارین میبینید روی کاپ قرار میدیم که دوباره 2 تا کاپ رو به همدیگه به این صورت وصل کنه. به این صورت فنردوزی دارین که به ایستایی کاپتون خیلی کمک میکنه. اومدم آموزش این مدل فنردوزی افقی که به ایستایی کارتون خیلی کمک میکنه. شما به 3 تا فنر احتیاج دارین که اولی باید به اندازه فاصله 2 تا کاپتون از همدیگه باشه که کامل روی کاپاتون رو کاور کنه، به این صورت که توی فیلم میبینید، به طوری که 2 تا کاپتون رو به همدیگه وصل کنه و از روی فنر وسط رد بشه. فنر دوم رو که 2 سانت از فنر اولی بزرگتره با فاصله 1 سانتی از فنر اولی به این صورت میدوزیم و 2 تا کاپ رو دوباره به همدیگه وصل میکنیم. فقط